اگه میخوای راجع به زندگی اقتصادی اهل بیت علیهم السلام، کارشون، معیشتشون، پولشون اطلاعاتی داشته باشی، تو این کلیپ میخوام بهترین کتاب رو واسط معرفی کنم. یکی از سوالاتی که همیشه مطرح میشه اینه که اهل بیت علیهم السلام پولشون از کجا میاد؟ آیا اهل بیت کار میکردن یا همیشه درگیر جنگ و عبادت و مسلمین بودن؟ چیزی آیا تو تاریخ ثبت شده که به ما رسیده باشه؟ یکی از بهترین کتاب هایی که میتونه تو این زمینه کمکت کنه و جزو معتبرترین و مهمترین کتب حدیثی شیعه هستش، کتاب کافی شریفه. توی کتاب کافی یه قسمت داریم به عنوان معیشت اهل بیت علیهم السلام. توی این کتاب تو میتونی ببینی که زندگی امیرالمومنین علیه السلام چطور بوده و اهل بیت علیهم السلام راه درآمدیشون چی بوده. آیا اهل بیت کار میکردن یا کار نمیکردن؟ هم میتونی ترجمه فارسیشو بخونی، هم میتونی بهترین کتابی که باز اومده همه اینا رو گردآوری کرده، کتاب توسعه اقتصادی بر پایه آیات و روایات مرحوم آیت الله ری شهری است. ما میتونیم توی این کتاب بدونیم کسب و کارمون رو باید چطور شروع کنیم، چطور مسائل اخلاقی رو تو کسب و کار رعایت کنیم و چگونه با برنامه‌ریزی بتونیم کسب و کارمون رو پیشرفت بدیم. اگه میخوای راجع به این کتاب اطلاعاتی داشته باشی و اینکه از کجا تهیه کنی، کپشن رو مطالعه کن، همه رو بهت میگم.